منبر جهانی. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بذر شوکت. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و صحبه و من والاه. سروران گرامی، در خدمت شما عزیزان هستیم با موضوع علامات قیامت. خداوند متعال می‌فرماید: ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا. در رابطه با روز قیامت و علامات و نشانه‌های آمدن روز قیامت آیات و روایات فراوانی آمده است. ما در جلسه قبل از این پیرامون قیامت و زندگی پس از مرگ با همدیگر سخن گفتیم و عرض کردیم که من و شما در این جهان بزرگ برای ابتلا و آزمایش آورده شده ایم تا اینکه برای زندگی پس از مرگ آمادگی بگیریم. شکی نیست که هر انسان عاقل میکوشد و تلاش میکند که زندگی پس از مرگ او همچنان که دوست دارد زندگی دنیای او آباد باشد، هر انسان عاقل و سالم میداند که زندگی پس از مرگ آباد بودن آن بسیار مهمتر از زندگی دنیاست. چون که ما در دنیا به تعبیر حضرت عبدالله ابن عمر رضی الله عنه غالبا که فرمودن کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، زندگی دنیای ما مانند یک توقف بر سر راه مسافر است. مسافری که در یک راه طولانی در حال حرکت است، در جایی که نیاز پیدا می کند، خسته می شود، احتیاج به رفع خستگی دارد، توقفی کوتاه می کند. کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، گویا این که شما در این دنیا غریب هستید، یعنی انسان غریب در جایی که خانه و زندگی اصلیش نیست، در اونجا طبیعی است که آبادانی زیادی نمی کند. او عابر السبیل، یا اینکه از راه دارید عبور میکنید و جایی که نیاز پیدا شده برای توقفی کوتاه در اونجا می ایستید و توقفی میکنید، استراحتی میکنید و بلند میشید به راه خودتون ادامه میدید. ما در واقع در این دنیا هم غریب هستیم و هم عابر سبیل هستیم. یعنی ما آمدن ما در این دنیا نه به خاطر ماندن و آباد کردن دنیا، که برای آباد کردن آخرت است. و اون زندگی آخرت یا قیامت کی خواهد آمد؟ یسألونک عن الساعة ایان مرساها، علاماتش چی است؟ کی ظهور خواهد کرد؟ الله متعال پیامبر گرامیش را صلی الله علیه و آله و سلم را من فرمود که فیما انت من ذکرها، تو اصلا به این چیز کاری نداری، این کار تو نیست. الله متعال خودش فرمود اقتربت الساعه، قیامت نزدیک شده است. از اون روزی که الله متعال فرمود قیامت نزدیک شده، یعنی این زنگ خطر است، آژیر خطر است، قیامت آمد. و انشق القمر که یکی از علامات
نزدیکی قیامت بود در اون زمان ظهور کرد. در زمان حضرت رسول صلی الله علیه و آله و سلم از معجزات آن حضرت صلی الله علیه و آله و سلم بود که به دست آن پیامبر محبوبمان شق القمر انجام شد. با اشاره انگشت مبارک آن حضرت مهتاب از میان دو تکه شد. حالا به تعبیر امروزی یا علوم جدید که کشف شده که کره ما مثل کره زمین همچین مخلوق بزرگی از مخلوقات الله متعال است. خب چون این مخلوقی که در آسمان با توجه به کروی بودن زمین که ما بر پشت زمین هستیم و سایر کهکشان ها و سیاره ها را خیلی بسیار کوچک میبینیم، خورشید را این همه کوچک میبینیم، ماه را این همه کوچک میبینیم، ماه به این بزرگی و عظمت از دید ما یک مخلوق کوچکی بود در آسمان و هست. خداوند به خاطری که قدرت خودش را نشان بدهد آن مخلوق عظیم را با اشاره انگشت مبارک رسول مکرم صلی الله علیه و سلم به دو نیم کرد. هدف از این معجزه این بود که به اونها، به منکران توحید و رسالت، نشان بدهد که الله متعال بر هر چیزی قادر و توانا هست. اونا که هر چیزی را منکر بودند. به خصوص اینکه انسان بعد از مرگش دوباره زنده بشود خیلی برایشون تعجب آور بود. ولی الله متعال فهمان که آنچه شما فکر میکنید کلا اونطوری نیست، سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون، به زودی شما خواهید دانست که آنچه شما فکر میکنید هرگز اینطور نیست. پس قیامت از خودش علاماتی دارد و نشانه‌هایی دارد و درباره قیامت الله متعال فرمود فهل ینظرون الا الساعة ان تأتیهم بغتة یعنی ناگهانی. آیا منتظر این هستند که ناگهان قیامت برپا شود؟ و برپایی قیامت ناگهانی است، خبر نمی کند. البته علاماتش ظاهر می شود، علامات صغرایی دارد، علامات کبرایی دارد که حالا اگر فرصتی شد انشاءالله به آن خواهیم پرداخت. فقط جاء اشراطها، الله متعال در سوره محمد آیه 18 میفرماید فقط جاء اشراطها، یعنی علامات قیامت ظاهر شده است. یکی از علامات قیامت وجود نازنین خود رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم بود. چون پیامبر گرامی صلی الله علیه و سلم در سلسله پیامبران الهی در آخرین پیامبران بودند، لذا از علامات قیامت یکی بعثت خود رسول مکرم صلی الله علیه و سلم است و علامت های دیگری که ذکرش خواهد آمد. فانا لهم اذا جاءتهم ذکراهم، پس چگونه خواهد بود حالت اونها وقتی که یاد قیامت به میان بیاید. یسألونک عن الساعة ایان مرساها قل انما علمها عند ربی، میپرسند که قیامت کی برپا خواهد شد؟ بگو ای پیامبر علمها عند ربی، علم قیامت در نزد الله متعال است، من نمیدونم کی برپا میشود. درست پیغمبر است صلی الله علیه و آله و سلم، اما پیغمبر علم غیب نمیداند. لا یجلیها لوقتها الا هو، آیات قرآن است، سوره اعراف آیه 187. لا یجلیها لوقتها الا هو، ظاهر نمی کند، آشکار نمی کند قیامت را در وقت مشخص آن الا هو، مگر الله متعال. ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغته، این قیامت و برپای قیامت واقعا که سنگین است، بر آسمان ها و زمین سنگین است. لا تأتیکم الا بغته، نمی آید قیامت مگر ناگهان. یسألونک کأنک حفی عنها، از تو طوری درباره قیامت میپرسن گویا این که تو خبر داری. تو چه خبر داری؟ قل انما علمها عند الله ولكن اکثر الناس لا یعلمون، بگو که علم قیامت در نزد الله متعال است، اما متاسفانه بیشتر مردم به این چیز آگاه نیستند. خب در این باره آیات کریمه
فراوان است. آنچه که با آن اشاره خواهد شد مسئله علامات قیامت است. اقترب للناس حسابهم و هم فی غفلت معرضون. برای مردم حسابشون نزدیک است. نزدیک است که از شما انسان ها حساب گرفته شود. یک امتحان معمولی در دنیا چقدر انسان رو دستپاچه میکند. شما باید برای یک امتحان بزرگ آماده باشید. به شما میگم، به من میگن، به همه انسان ها میگن. باید برای امتحان بزرگی که در حضور الله متعال بایستیم و درباره اعمال خودمون جواب پس بدیم، باید همه آماده باشیم. آری حتی اذا فتحت یأجوج و مأجوج و هم من کل حدب ینسلون. یکی از علامات قیامت این است که سد یأجوج و مأجوج باز می شود و اونا از هر طریق، از هر طرف سرازیر می شود. آری علامات قیامت بر دو نوع است. یکی علامات صغرا، یعنی علامات کوچک، نشانه های کوچک، و یکی نشانه های بزرگ. از نشانه های کوچک قیامت که تعدادشان زیاد هست بعضی محقق شده است. از جمله عرض کردم که بعثت پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم، ضایع شدن امانت، آراسته شدن مساجد و افتخار به مساجد، دسترسی صحرانشینان به آپارتمان ها و جنگ با یهود و کشتن آنها، نزدیک شدن فاصله های زمانی امروز با هواپیما و با وسایل و رسانه ها، چقدر زندگی به هم نزدیک شده است، زمان ها چقدر کوتاه شده است، کم شدن عمل صالح، ظاهر شدن فتنه ها، زیاد شدن قتل و کشتار و کثرت فسق و زنا و غیره. همه اینها علامات صغرایی است یا علامات کوچکی است که تقریبا ظاهر شده و دال بر این است که قیامت نزدیک است. اقتربت للناس اقتربت الساعة و انشق القمر. این در واقع زنگ و آژیر خطری بود که الله متعال اعلان کرد. و از علامات کبرای قیامت، طوری که در حدیث پیامبر گرامی صلی الله علیه وسلم فرمودند که قیامت برپا نخواهد شد تا اینکه شما 10 علامت را ببینید. اون 10 علامت چی است؟ اول خروج مهدی. حالا درباره مهدی توضیح کوتاهی من باید بدم در اینجا. اول خروج مهدی، خروج دجال، نزول حضرت عیسی علیه السلام که از آسمان ها به عنوان حاکم عادل که صلیب را میشکند و دجال و خنزیر را میکشد فرود خواهد آمد حضرت عیسی علیه السلام و جزیه را منسوخ خواهد کرد و به شریعت اسلام حکم خواهد کرد. همچنین یأجوج و مأجوج و 3 تا خسوف که یکی در مغرب و یکی در مشرق و یکی در جزیره العرب اتفاق خواهد افتاد و دخان، یک دود بزرگ، و همچنین بلند شدن قرآن از زمین به آسمان و طلوع خورشید از مغرب و خروج دابه و خروج یک آتش بزرگ از عدن، یعنی از یمن. اینا تقریبا علامات بزرگ قیامت است که قبل از اینکه قیامت برپا بشود همه این علامات ظاهر خواهد شد. درباره مهدی به دلیل اینکه زیاد درباره اون گفته میشه و بعضی ها خیلی اون رو یک چیز فوق العاده ساختن، اجازه بدید که من این اشاره را و توضیح را داشته باشم در اینجا که مهدی در واقع در اعتقاد ما مسلمانان و اهل سنت یک مصلح بزرگی خواهد بود که در روز قیامت، در نزدیکی قیامت به طور طبیعی یک انسانی متولد میشه و علامات اصلاح در اون ظاهر میشه، یعنی به عنوان یک مصلح و مجدد در آخر الزمان شروع به اصلاحات میکند و مردم را به سوی دین حق دعوت میکند و دنیا را پر از عدل و داد میکند و از ظلم منع میکند و یک انسان بسیار طبیعی است. اما متاسفانه بعضی ها از مهدی موجودی ساختند که امروز گویا نمیدونم چندین آیه دربارش نازل شده، نمیدونم که در این جهان مسلط است، همه کارها را او انجام میدهد، نعوذ بالله کارهای خدا را او دارد انجام میدهد، مشکلات انسانها را او دارد برطرف میکند، بیماران را او دارد شفا میدهد. همه اینها اوهام است، همه اینها دروغ است، همه اینها تبلیغات نادرستی است که به اسلام منسوب شده است و به دین اسلام چسبانده شده است. در واقع اینا بدعت هایی است که باید از آن دوری جست و باید آنچه که اسلام به عنوان دین به ما فهمانده و مطرح کرده همون رو یاد بگیریم و بیش از اون آنچه که خرافه و دروغ به نام دین مطرح می شود از آن
دوری کنیم. خب سروران گرامی، وقت برنامه ما در همین جا به پایان میرسد. تا فرصت دیگر همه شما را به الله متعال میسپارم. خداوند یار و نگهدار. خدایا دین تو توحید و سنت که خالص باشد از هر شرک و بدعت، نشاید جز به آستان تو سجده، نزیبد جز بر تو اشک ذلت. پیام دین حق از تاج منبر بیفشاند جهانی بزر شوکت، شکست هر بت و هر بت نمایی، نماد عزت دین است و دولت.